رهبر صابر و فراش مکتب رقم 27 جماعت اونچی نویه باباجان غفوروف که دوام 10 روز به پختچینی سفربر شده بود در روی بازگشت جان داده است. رهبر صابرو که تازه روز 25 سپتامبر به سن 53 رسیده بود و 5 سال باز در مکتب رقم 27 فروشی میکرد، همراه کارمندان این مؤسسه تعلیمی برای 10 روز به زمینهای پختزار خواجگی به نام قشعتا سفربر شده بود. ولی بگاهی روز 8 در باششگاه صحرایی از عالم گذشت. عبدالملک احمدوف مدیر مکتب رقم 27 به خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان گفت صابرو و ظاهرا سالم بود و از سلامتیش شکایت نمیکرد، اما بگاهی روز جمعه 1 اکتبر وقتی رسیدن به باششگاه صحرایی که برای جای خواب کارمندان مکتب آماده شده بود، ناگهان قلبش از کار باز مانده است. صابرو و سالم بودند و یکی از اشرچیان پیشقدم بودند. همان روز 70 کیلو پخته چیده همراه با همکاران تا باششگاه صحرایی رسیدند، ولی ساعتهای نزدیک به 19 بیگاه بندگی کردند. گفته است مدیر مکتب. جنازه رهبر صابرو و روز 2 اکتبر در قبرستان جماعت اونچه نویه باباجان غفوروف به خاک سپاریدند. فوت این فراش مکتب در پختچینی در حالی است که روز 14 سپتامبر مهرانه فروزان خواننده صنف نو مکتب میانه رقم 2 نویه ظفرآباد نیز بعد پختچینی در پختزار زیر چرخ تراکتور مانده به هلاکت رسید. مقامات حفظ حقوق در شرح مرگ مهرانه گفتند که این خواننده مکتب از بی احتیاطی خودش زیر چرخ تراکتور به هلاکت رسیده است و به این دلیل در رابطه به مرگ او پرونده نگشودند. اما والدان مهرانه میگویند فرزند آنها از سوی مسئولان معارف به طور اجباری به پختچینی فرستاده شده بود و مسئولان امنیت آنها را در پختزار تامین کردن نتوانستند. در تاجیکستان معرکه پختچینی بیش از 1 ماه باز ادامه دارد. جمع‌آوری حاصل پخته در خواجگی ها عمدتاً دستی صورت میگیرد و به مثل سالهای قبلی امسال هم کارمندان ساحه بودجوی از جمله آموزگاران و طبیبان بیمارستان ها و همچنین قسمی از خوانندگان با دستور مقامات به پختچینی فرستاده می شوند.